نیکا بیا کتاب گوش کنه انجام بده رو با هم بخون. گوش بده انجام بده. توتی کوچولوی سفید خیلی ناراحته برای اینکه هیچ کدوم از حیوانای جنگل وقت ندارن باهاش بازی کنن. تو میتونی باهاش بازی کنی؟ آره. راستی توتی کوچولو خیلی دوست داره که یکی قلقلکش بده. تو میتونی؟ آره. آفرین. ببین توتی داره از خنده بالا و پایین میپره. تو خیلی خوشحالش کردی. نگاه کن، این پنگوئن کوچولو تازه از مهمونی برگشته اما هنوز رو تنش پر از خورده کاغذهای رنگیه. تو میتونی تمیزش کنی؟ آره. باید یه بار محکم فوتش کنی. آفرین. یوهو، چه فوت محکمی کردی. اونقدر محکم فوت کردی که همه کاغذ رنگی ها ریخت زمین و عینک پنگوئن هم دور از صورتش میفته. کارت عالی بود. حالا دیگه پنگوئن حسابی تمیز شده. ای وای، چیزی نمونده این راکون کوچولو از درخت بیفته پایین. تو میتونی با آتش نشان کمک کنی؟ باید اون دکمه آبی رو فشار بدی تا نردبون بره بالا و دست آتش نشان به راکون برسه. آفرین، راکون کوچولو بالاخره نجات پیدا کرد. آخ آخ آخ، ببینین آقای راننده حواسش پرت شده. چیزی نمونده که از چراغ قرمز رد بشه. رد شدن از چراغ قرمز هم خیلی خطرناکه. تازه ممنوع هم هست. تو میتونی با صدای بلند خطر تصادف ممکنه بشه. وقتی چراغ قرمز میشه باید چیکار کنی؟ وایسی. آفرین. وقتی سبز شد را بیفتی. آفرین. تو میتونی با صدای بلند بهش بگی ایست، وایسا. ایست، وایسا. آخش، نزدیک بودا. راننده به موقع ترمز کرد. آفرین، کارت حرف نداشت. عالی بود. دیدی آقای محکم اینجا ترمز گرفت. وای وای، ببین چه طاووس خوشگلی اینجاست. اما حیف که نمیتونه پراشو باز کنه. آخه یه رشته برگ پیچیده دورش. تو میتونی کتاب رو 2 بار تکون بدی تا این رشته برگ بیفته پایین؟ ببینی. وای، میبینی چه طاووس خوشگلیه؟ ای وای، ببین این کرکس کلاه این پسرک بیچاره رو دزدیده. شاید اگه تو بهش بگی 1 2 3 کلاه پس بده، اونم کلاه پسرک رو پس بده. بگو. کلاه پس بده. 1 2 3 کلاه پس بده. ببینی؟ هورا، کارت عالی بود. کارت حرف نداشت. کرکس کلاه پسرک رو بهش پس داد. پسرک خیلی خوشحاله. اوه، این 3 تا قورباغه میخوان برای خودشون یه حوضچه درست کنن. اما اون سطل آب خیلی سنگینه. تو میتونی کتابو به سمت چپ بچرخونی تا آب سطل بریزه تو حوض؟ بچرخون. بذار ببینیم چی شد حالا. وای، 100 آفرین. نگاه کن، هر 3 تا قورباغه خوشحال و خندون دارن تو حوضچه آب بازی میکنن. ای وای، اینجا رو ببین. چیزی نمونده این که این بالون بخوره به درختا. میتونی یه بار محکم فوت کنی
که بالون بره بالاتر و از بالای درخت رد بشه؟ آره. فوتش کن. آخ جون، عجب فوت محکمی بودا. ببین بالون حسابی رفته اون بالاها. نگاه کن، صبح زوده و خورشید داره بالا میاد. الان وقتشه که این آقا خروسه آواز بخونه و همه حیوانای مزرعه رو از خواب بیدار کنه. اما گلوی آقا خروسه درد میکنه. تو میتونی امروز به جای این آقا خروسه 2 بار بگی گوگل گوگل. گوگل گوگل. یکی دیگه. گوگل گوگل. ببینیم حیوونا بیدار میشن از خواب. وای ببین، آقا خروسه داره بهت میگه آفرین، صدای تو از همه بهتر بود، از همه خروسه ها، از منم بهتر بود. میبینی آقا خروسه چقدر خوشحاله و راضیه که همه حیوانای مزرعه از خواب بیدار شدن. ببین چه حیوانایی بیدار شدن؟ خوک، ببری، گاو، گنجش، بله. موش. خدا آقا خروسه. خدا آقا خروسه. هاپو. اسبه. آفرین. آخ این شاهزاده خانوم میخواد موهاشو جلوی این آینه شونه کنه، اما آینه کثیفه و شاهزاده خانوم خودشون نمیبینه. تو میتونی 2 بار دست بزنی که آینه جادویی تمیز بشه؟ ماما چرا کثیف شد؟ خاک رفته روی آینه. آره تو میتونی تمیزش کنی؟ آره. بذار تمیز کن ببینی. اونطوری؟ آره. باشه. دخترم توی دستشو میذار آینش وقتی کثیف میشه خاکش همه میره. نگاه کن شاهزاده خانم داره میگه وای چه خوب شد، حالا دیگه میتونم خودم رو تو آینه ببینم و موهامو شونه کنم. این دانشمند یه دستگاه اختراع کرده که میتونه حباب صابون درست کنه، اما دستگاه کار نمیکنه. شاید یکی از سیماش قطع شده. تو میتونی 3 بار به دستگاه ضربه بزنی؟ آره. بزن ببینیم. آفرین. وای چقدر خوب، چقدر حباب درست کرد. دانشمند داره با خوشحالی میگه دست درد نکنه، بالاخره دستگاه درست شد. آخ چطوری این اتفاق افتاده؟ پاهای این 8 پای بیچاره به هم گره خورده. اگه تو خیلی آروم 2 بار کتابو تکون تکون بدی شاید این گره باز بشه. آفرین، نگاه کن گره باز شده و 8 پا داره شنا میکنه، با خوشحالی میگه دست درد نکنه. فصل پاییز شده، وقتش این آقا خرسه بره به خواب زمستونی. آقا خرسه رفته توی لونش تو تخت، اما یادش رفته پرده رو بکشه. تو میتونی بهش کمک کنی؟ کافیه دستتو بذاری روی پرده و آهسته دستتو به سمت راست بکشی. کشید. آفرین، کارت عالی بود. لونه آقا خرسه حسابی تاریک شد، اونم در جا خوابش بود. شب بخیر خرس قهوه‌ای. خب الان دیگه آهسته کتابو ببند، بذارش تو کتابخونه تا خرس قهوه‌ای از خواب بیدار نشه. این یه کتاب تأملی خیلی خوب بود که با هم خوندیمش. کتاب‌های تأملی یکی از جذاب‌ترین ابزارهای آموزشی و تربیتی تو سالهای اخیر شناخته شدن. این کتاب‌ها با استفاده از دیدن، شنیدن، لمس کردن
فرزندای ما رو از یک خواننده منفعل یا یک شنونده منفعل به بازیگر فعال اون داستان تبدیل میکنه که خیلی برای ایجاد پیوند عاطفی و ارتباط کلامی قوی برای فرزندان ما مفید هست. ممنون که با من همراه بودید. من فریما هستم. توی این کانال تجربیات مادرانه خودم رو و هر چیزی که فکر میکنم توی پروسه مادر شدن دونستنش مفیده و دغدغه‌ای رو از ذهن یک مادر کم میکنه باهاتون به اشتراک میذارم. اگه مامان هستی یا به زودی مامان میشی یا یه مامان دغدغه‌مند کنارت داری با من همراه شو. کانالمو سابسکرایب کن و توی کامنت ها تجربیات خودت رو با من و بقیه مامانا به اشتراک بذار.